ویژگی دیگه ایشان در چی است که این همه این ناله ها این فقط ناله نبود، فقط چی گویم گیله نبود، یا فقط خنده و خرسندی نبود، همه سازندگی داشت. با تمام درد وطن ترک میکند و میخواهد که روی وطن در شیشه هواپیما خط زند، با اون جهل و با اون چیزی که انسان بعضا سری خشم چیکارهایی که میکنی، سری احساس و خشم میخواهد خط زند، اما ناخودآگاه میبوسد. این شیشه میبوسه و میگوید که چون دلم میخواست بوسم، چون دلم میخواست شیشه را بوسم و بوسم در شیشه تنگ هواپیما نمیگنجید. این محبت وطنه که در همه حالت، در مهاجرت، در درد و الم، در اون سختی ها، وطن برای ایشان اول است، ملت برای ایشان اول است، گذشته و امروزه آخرت ملت برای ایشان اول است. دوباره ساز آمد وطن به خشت جان خویشتن، ستون زنم به سقف تو به استخوان خویشتن. ستیل آب و گل مرا برای ساختار تو، دو پنجه خون دل مرا برای رنگ و بار تو.